سلام دوستان، اومدیم زاهدان و یه سری بزنیم به بزرگترین مسجد اهل سنت ایران، مسجد مکی. طول و عرض به بزرگی اینجا کلن مدرسه علوم دینیه. این یکی از درهایی که وارد مسجد مکی میشه به نام باب امام شافعی رحمه الله. در کنار مسجد مکی میتونید هر نوع کتاب دینی که بخواین پیدا کنید. این مسجد در سال 1353 بنیانگذاری شده و هنوزم ساختش کامل نشده. نما و اینا که نگاه میکنیم هنوز کامل نشده. مشخصاتش رو که بخوام بگیم، گنجایش این مسجد با این عظمت 55,000 نفره و مساحت داخلیش 33,000 متر مربع. 53 عدد گنبد داره و بلندی گنبد بیرونی 46 متر هست و با 4 مناره و هر مناره هم 95 متر بلندیش هست. شبها که اذان میگه نورهای مناره تغییر میکنه از آبی کمرنگ به آبی پررنگ و خیلی توی شبم بسیار زیبا و چشم نوازه. سبکش از مساجد استانبول گرفته شده، از سبک مسجد سلطان احمد. البته این مسجد از اون بزرگتره با گنجایشی همونطور که گفتن حدود 50 تا 55 هزار نمازگزار. صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، دل و جانم به فدایت. و اینجا فقط مسجد نیست بلکه یک مرکزی برای یادگیری علوم شرعی. کس ندارم جز تو یاری غمگسار، رو گفتم هنوز در حال توسعه هست و دارن درست میکنن. خیلی قشنگ اینجا صدا میپیچه. یه تستی بزنیم. حی علی الصلاة. محشر. ممنونم که با ما بودید. انشالله که از این ویدیو لذت کامل رو برده باشید. حتما اگه اومدید زاهدان سری به مسجد مکی بزنید و این ویدیو رو لایک کنید و بفرستید برای دوستانتون. روحی انت قلبی انت عینی یا حبیب.